آن حضرت صلی الله علیه وسلم چنان به مسواک پایبندی داشتن، نه اینکه روز 5 وقت که وضو میگرفتن. روز 5 وقت که وضو این خودش کل نظافت است. آن حضرت در تمام احیان مسواک میزدن، قبل از خواب، بعد از خواب، قبل از وضو، قبل از نماز، قبل از طعام، بعد از طعام. حتی چنان تأکید میکردن به مسواک، فرمودن اگر سخت نبود بر امت من مسواک را واجب قرار میدادم. حتی که در آخرین لحظات که درست نمیتونستن صحبت بفرمایند، به دست عبدالرحمن ابن ابی بکر مسواکی بود اشاره کردن مسواک میخوام، که مسواکی برایشون درست کردند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم تا این اندازه تأکید داشتند به نظافت دهان و دندان. امروز مسواک های صنعتی هم خوبه، فقط دندان ها رو میشه استفاده کرد، اما مسواک سنتی که آن حضرت استفاده میکردن در حدیث شریف میاد مسواک به دهان میزدن، تنها به دندان نمیزدن، به کام میزدن، به اقصای حلق، به بن زبان. امروزه هم دکترها میگن اگر خدای نکرده برای کسی این ویروس بیاد، همیشه اگر گلویش تر باشد کمتر اثر میکند، این به وسیله بزاق دفع میشه. عزیزان اینا نکاتی هست که باید ما رعایت بکنیم.